سلام به یک ویدیو دیگه خوش اومدید. داخل این ویدیو که هفتمین ویدیومون هست از چالش میخوایم اخبار این هفته داخل دنیای هوش مصنوعی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خیلی اخبار جالبی پیدا کردم و سعی کردم که 5 تاشو بیارم اینجا با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم که چه خبره داخل دنیای هوش مصنوعی. اولین خبرمون رو میخوایم ببریم واسه شرکت اوپن ای آی. داخل شرکت اوپن ای آی و دوست عزیزمون سم آلتمن اومده گفته که ما احتمالاً واسه دهه آینده دیگه چیزی به اسم AI نداریم و به جاش یه چیزی داریم به اسم ASI Artificial Super Intelligence. یعنی از این کلمه سوپر اینتلیجنس خیلی خوب صحبت کرده و گفته که هوش مصنوعی میخواد به یک نیروی عجیب غریب تبدیل بشه، میخواد بشه فراتر از چیزی که شما تصورشو میکنید. البته گفته که احتمالا ما یک چند هزار روزی نیاز داریم که برسیم بهش، یعنی بعد از یک چند هزار روز که همون احتمالا میشه دهه آینده ما به این اتفاق خواهیم رسید. خب من لینک تمام این خبرها رو داخل کانال تلگراممون گذاشتم، حتما اونجا هم داشته باشید. ما رو داخل دیسکریپشن آیدی تلگرامو نوشتم، میتونید اون رو سرچ بکنید و این خبرها و این لینک ها رو ببینید. داخل این خبر سم آلتمن یک کلمه کلیدی دیگه هم استفاده کرده، گفته که اوپن ای آی و اصلا کلا هوش مصنوعی داخل دنیا برای اینکه بخواد برسه به لول های بالاتر باید از پس AGI بر بیاد، Artificial General Intelligence، هوش عمومی مصنوعی. این هوش عمومی مصنوعی چیه؟ کلا کانسپتش اینه که میخواد هوش مصنوعی رو به هوش روزمره انسان ها نزدیک بکنه. یعنی اگه قرار هوش مصنوعی داخل زندگی انسان ها به یک نقطه و یک جایگاه مهمی برسه، باید بتونه قابلیت درک روزمرگی های انسان رو داشته باشه، هوش عمومی مردم. این ایجایی داره از این میاد، میخواد یه ذره از نظر ریاضیاتی نزدیک بشه به هوش عمومی مردم و این خیلی سخته و البته یکی از ترندترین ها و جذابترین فیلدهای هوش مصنوعی در دنیای امروزه بحث AGI. حالا علاقه‌منداش میتونن برن اینو دنبال بکنن و در موردش اطلاعات کسب بکنن. پس این کانسپت کلیش بود. حالا خود این مقاله رو من واسهتون میفرستم، میتونید بررسیش بکنید و در رابطه با استراتژی هایی که سم آلتمن اومده داخلش صحبت کرده هم اطلاعات کسب بکنید. خبر بعدی یه خبر جالبی بود که یه آقایی اومده 2843 تا شغل داخل یک ساعت با هوش مصنوعی پیدا کرده. بعد اصلا کلا یه حرکت اسپم محوری رو ایجاد کرده، یعنی اومده یه پرامپتی نوشته، آقای جیسون کوپلر اگه اشتباه نکنم، که حتی اسمش AI هاوک یه همچین، حالا هاوک یه همچین یه ابزاریه، به کمک این تونسته اومده یه پرامپتی نوشته و گفته واسه من خیلی هم عجیبه، حالا نمیدونم چرا نوشته 2843 تا، همینجوریش از شانسی نوشته 2843 تا شغل رو توی 17 تا جاب تایتل مختلف توی یک ساعت از هوش مصنوعی خواسته واسش پیدا بکنه و پیدا هم کرده. خیلی عجیبه، یعنی اصلا وحشتناک. یعنی الان خیلی از داخل همین متن اگه بخونید خیلی از شرکت‌ها اومدن گفتن که بیاید یه کاری بکنیم این ابزارهای ای آی نتونن انقدر واسه ما اسپم ایجاد بکنن، چون بعضا یکی میاد حالا یه شوخی میکنه به کمک این ابزارا یه فایلی رو حالا ایجاد میکنه، میگه هر چی پیدا کردی بیا اینم واسهشون ایمیل بکن، یعنی یه اسپمر میشه واسهشون و کلا دردسر میشه واسه شرکت‌ها. اینم خبر جالبی بود گفتم اینجا واسهتون بگم. خبر بعدی یک رباتی ایجاد شده در مقیاس میلیمتر و این ربات تونسته یک عمل جراحی موفقیت آمیزی، یک عمل جراحی اندوسکوپی داشته باشه. قابلیت کنترل داره، یعنی میتونن منیجش بکنن، حمل و نقل بشه داخل بدن و تونسته با موفقیت یک مجرای صفراوی یک شخص رو ترمیم بکنه، درست بکنه و خیلی خبر جالبی بود. اینم کلا در حد یک بند بود سامریش و من کلا مطلبش رو واسهتون میفرستم که اینجا مطالعه بکنید و ببینید که چه کارهای جالبی دارن میکنن. یعنی تو بحث رباتیک ما خیلی پیشرفت‌های جالبی داشتیم. خبر بعدی، چین اومده یک طرحی رو ایجاد کرده که بیان یه سری واترمارکر در اصل. می‌بینید که واترمارک چیه؟ مثلا شما یه ویدیویی ضبط می‌کنی، مثلا میای یه جاش یه لوگویی میذاری، یک نمیدونم شماره تلفنی از فردی میذاری، این باعث میشه که اون کپی رایت شما رعایت بشه، کسی نتونه فیلم شما رو بدزده، کسی نتونه با محصول شما یک کاری رو انجام بده.
و چین اومده گفته که من میخوام یه قانون ایجاد بکنم، یه طرحی رو ایجاد بکنم به کمک AI ما یه سری واتر مارکر درست بکنیم که این اتفاقات حذف بشه و به حداقل برسه. اینم بحثش جالبه، اینو میتونید بخونید که مثلا یه سری قوانین واسش گذاشتن که یه ذره سختگیرانه میشه و از طرف یه سری افراد هم اومدن گفتن که آقا پس این بذارید تایتلش رو بیارم، پس این آزادی بیان و این آزادی که ما بخوایم داخل بحث خرید اینترنتی داشته باشیم پس چی میشه. یعنی هم موافق داره هم مخالف. فعلا طرح هنوز قانون نشده، دارن این طرح رو پیش میبرن، ولی خیلی جالبه. گفتم اینم یکی از خبرهای باحالیه که داریم. و خبر بعدی که یه ذره خبر حالا میتونه هم خوب باشه هم یه ذره بعضن ترسناک، مایکروسافت اومده تو بحث انرژی هسته‌ای و نوکلیر، کلا انرژی هایی که مربوط به انرژی هسته‌ای میشه، راکتورها وارد شده و یک جزیره ای رو ایجاد کردن که بیاد به کمک هوش مصنوعی یک سری اقدامات جدید رو داخل انرژی هسته‌ای داشته باشن و اطلاعات خیلی زیادی ازش نذاشتن. یعنی صرفا اومدن مثلا یه سری توضیحات اولی در مورد که مثلا انرژی هسته‌ای کی اومده، نمیدونم چه اتفاق افتاده، یه ذره اومده داستان اینجا گفته، خیلی اطلاعات دقیقی ما نگفت، ولی گفته که مایکروسافت یه همچین حرکتی رو در ذهن داره که انجام بده. خب خبر زیاد بود ولی بعضا این خبرها خیلی چیز خاصی رو تحویل ما نمیداد. من سعی کردم که اون تاپیکایی که خیلی جذاب‌ترن و باحال‌ترن رو بهتون بگم و امیدوارم که به درتون خورده بشه و واسهتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که اگر این ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و واسه ویدیوهای فردا خودتون آماده بکنید دیگه. ما هر روز ویدیو داریم دیگه، این باید در جریان باشید. میبینمتون تا ویدیوی بعدی.